سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم ببینیم وقتی که آیفون یا آیپد جدید خریدید ستاپ اولیه‌اش رو چطور انجام بدید. این ویدیو برای افراد مبتدیه، پس قراره کند و طولانی باشه، چون اکثر کسایی که این ویدیو میبینم شاید اولین دیوایسشون باشه و خب سعی میکنیم بدون استرس و با توضیحات زیاد پیش بریم. نکته دوم این که برای آیفون و آیپد این آموزش مشترکه، چون مراحل تقریبا یکسانی دارن و از این آموزش برای ستاپ آیفون هم استفاده کنید. نکته بعدی من مهم این که حتما قبل از دیدن این آموزش اپل آیدی تون رو آماده داشته باشید، چون اپل آیدی واسه ستاپ دستگاه‌های اپل ضروریه. حالا میتونید توی مراحل اسکیپش کنید و بعداً انجامش بدید، ولی برای دانلود و استفاده از اپ استور کاملا ضروریه و مثل کد ملی هویت شما رو تو اکوسیستم اپل مشخص میکنه. اگه اپل آیدی ندارید دو راه دارید، یا بسازید از آموزش هایی که الان تو یوتیوب هست که یه مشکلاتی هم برای ایرانی‌ها داره، اینکه باید یه شماره تلفن خارجی داشته باشید که یه کد وریفای براتون بیاد و اینا، یا اینکه بخرید. اگه میخواید بخرید حتما از وبسایت امن بخرید. دوم اینکه هم رمز و تنظیمات امنیتی ایمیلی که اپل آیدی روش سوار هست رو تغییر بدید، و اینکه رمز و کلمات امنیتی اپل آیدی رو حتما تغییر بدید که مبادا ازتون سوء استفاده بشه بعدن، چون ممکنه کلی عکساتون، رمزاتون، شماره تلفناتون، پیاماتون روی این اپل آیدی ذخیره میشه و اگه کسی به این رمزا و سوالات امنیتی دسترسی داشته باشه میتونه به راحتی از اطلاعات شما سوء استفاده کنه. پس حتما یا خودتون بسازید، ترجیحاً خودتون بسازید، یا اینکه اگه از جایی میخرید حتما تنظیمات امنیتی ایمیل یعنی پسورد و بقیه چیزاشو عوض کنید، ایمیل ریکاوری و اینا رو، و همچنین رمز اپل آیدی و کلمات امنیتی رو حتما تغییر بدید. خب بریم سراغ آموزش. ما اینجا فرض میکنیم شما دیوایستون رو هنوز روشن نکردید و با هم تمام مراحل رو پیش میریم. خب با استفاده از دکمه پاور آیپد یا آیفونتون رو روشن میکنید. اولی صفحه‌ای که میبینید که من چون قبلا این دیوایس رو ستاپ کردم و الان ریستش کردم، صفحه هلو نیومد که سلام رو به زبانهای مختلف براتون نمایش میده که شما میتونید از پایین به بالا بکشید تا اون صفحه رد بشه و وارد این صفحه انتخاب زبان بشید. خب اینجا زبان انگلیسی رو انتخاب میکنیم. اینجا باید کشور یا همون ریجنتون رو انتخاب کنید. یه نکته مهمی که هست، ریجنتون مشخص میکنه شما به کدوم اپ استور دسترسی داشته باشید. مثلا اگه ریجن آمریکا رو انتخاب کنید، شما به کلیه برنامه‌هایی که توی اپ استور آمریکا منتشر میشن دسترسی دارید و ممکنه بعضی برنامه‌ها برای بعضی ریجن‌ها منتشر نشده باشه یا اون دیولپر تو اون کشور اونو عرضه نکرده باشه. یه مورد دیگه برای زمانی هست که شما میخواید گیفت کارت بخرید. گیفت کارت شما باید مطابق با ریجن اپ استورتون باشه. یعنی شما اگه میخواید گیفت کارت آمریکا بخرید فقط میتونید روی اپل آیدی که ریجنش آمریکا باشه ستش کنید. ترجیحاً همون آمریکا رو انتخاب کنید. ما اینجا یونایتد استیت رو انتخاب میکنیم. تو این مرحله میتونید نحوه نمایش، بزرگی و کوچیکی آیکونا و متن رو انتخاب کنید که اگه برای شما حالت بزرگتر بهتر خونده میشه و راحت ترید، میتونید گزینه‌های بزرگتر یا گزینه‌های کوچکتر رو انتخاب کنید. بعداً میتونید این تنظیمات رو تغییر بدید، پس نگرانش نباشید، هر جوری میخواید انتخاب کنید. کانتینیو میزنیم. تو این مرحله شما اگه دیوایسی کنارتون داشته باشید، مثلا آیفون یا آیپد دیگه ای داشته باشید که بخواید از اطلاعاتش واسه ستاپ این دیوایس جدیدتون استفاده کنید، میتونید اونو به یه وای فای وصل کنید و از یه وای فای مشترک اطلاعات اونو بگیرید و نیاز به طی کردن همه مراحل نصب نباشه که ما از این گزینه پایین انتخاب میکنیم. فعلا دیوایسی همراهمون نداریم. خب اینجا باید یه شبکه 20 انتخاب کنید یا همون وای فای که بهش متصل بشید و مراحل رو با کمک اینترنت انجام بدید.
تو این مرحله میگه چند دقیقه طول میکشه که آیپد شما رو اکتیو کنه. منتظر میمونیم. بستگی به سرعت اینترنتتون ممکنه 1-2 دقیقه طول بکشه. تو این مرحله باید توافقنامه حریم شخصی رو قبول کنید و میتونید از گزینه Learn More بیشتر دربارش بخونید یا میتونید برید مرحله بعدی. تو این مرحله میتونید بگید این آیپد یا وسیله رو برای خودتون ستاپ میکنید یا واسه یکی از اعضای خانواده‌تون. مثلا ممکنه واسه کودک اینو ستاپ کرده باشید که مراحلش فرق میکنه و با استفاده از یوزر پرنتش همون پدر و مادرش وارد میشه و مراحلش فرق میکنه. اگه به آموزش این ستاپ نیاز داشتید حتما تو کامنت ها بنویسید که یه آموزش جدا براش ثبت کنیم. حالا ما این گزینه برای خودمون ستاپ فور مای سلف رو انتخاب میکنیم. تو این مرحله میتونید فیس آیدیتون رو تنظیم کنید که با استفاده از چهره شما قفل دستگاه باز بشه. توی بعضی آیپد ها مثل آیپد ایر یا مدل های قدیمی تر آیفون 8، آیفون 7 و غیره که فیس آیدی ندارن گزینه تاچ آیدی هست که تو این مرحله با تاچ آیدی تون رو تنظیم کنید، ولی اینجا چون از آیپد پرو داریم استفاده میکنیم باید گزینه فیس آیدی شو تنظیم کنیم. میتونیم اینو تو این مرحله تنظیم کنیم یا بذاریم واسه بعدا. حالا اگه بخوایم تو این مرحله تنظیمش کنیم شما باید روتیشن انجام بدید، روبرو صورتتون قرار بدید، صورتتون رو به چپ، راست، بالا، پایین بچرخونید و بتونه کامل صورت شما رو اسکن کنه. توی 2 مرحله انجام میشه که من اینجا انجام نمیدم. خب اینجا پسکدتون رو مشخص کنید. پسکد یا رمزتون یه عدد 6 رقمی هست. باید خیلی روی نگهداریش دقت کنید. سعی کنید توی مکانهای عمومی که هستید واضح اونو وارد نکنید و کسی نتونه پسکد شما رو ببینه و حدس بزنه، چون اگه دستگاه شما رو آیفون یا آیپدتون رو بدزده راحت میتونه ستاپ شما رو تغییر بده. البته واسه اینم راههایی هست که جلوگیری کنیم و خصوصا توی 17.4 iOS 17.4 و آیپد OS 17.4 یه سری راهها پیش بینی کرده که توی مکانهای عمومی و خارج از خونه و مکانهایی که قبلا مشخص کردید کسی نتونه به راحتی با استفاده از پسکدتون اپل آیدیتون رو تغییر بده و دیوایستون رو آن پیر کنه که نتونید رهگیریش کنید. خب پس خلاصش این شد که یه رمز پیچیده انتخاب کنید. رمزهای ساده مثل 1 2 3 4 5 6 یا نمیدونم 4 5 6 یا الگوهای ساده رو انتخاب نکنید. رمزتون رو توی مکانهای عمومی با حفظ امنیت وارد کنید و سعی کنید کلا کسی این رمزتون رو ندونه. حالا من اینجا یه رمز ساده انتخاب میکنم برای مقاصد آموزشی. میبینید که اخطار بهم میده که این رمز خیلی ساده است و قابل حدسه. لطفاً عوضش کن که من میزنم anyway، در هر صورت میخوام ازش استفاده کنم. دوباره رمزتون رو وارد کنید. صبر میکنیم تا بریم مرحله بعد. تو این مرحله میتونید اطلاعاتتون رو از یه دیوایس دیگه به این دیوایستون منتقل کنید، یا میتونید از فضای آیکلود اگه بکاپی قبلا داشته باشید اطلاعات رو منتقل کنید، یا میتونید از یه آیپد دیگه، یا میتونید از مک یا پی سی، یا میتونید از یه دیوایس اندروید انتقال اطلاعاتتون رو انجام بدید. که ما فرض میگیریم این دیوایس شما جدیده، میخواید از صفر ستاپش کنید بدون اینکه اطلاعاتی رو از یه دیوایس دیگه بهش منتقل کنید. پس گزینه آخر رو انتخاب میکنیم. تو این مرحله باید اپل آیدی که گفتیم قبلا آماده کرده باشید و وارد کنید. اول ایمیل، پس اینجا ایمیل اپل آیدیتون رو وارد میکنید و در این مرحله رمز اپل آیدیتون رو وارد میکنید. خب چون حالت ورتیکیشن 2 مرحله ای رو اپل آیدی من فعاله، ازم میخواد که رمزی که روی یکی از دیوایس های دیگه که بین اپل آیدی وصل شده رو وارد کنم.
که میبینید روی آیفون من این پیغام اومده یا ازم میخواد تایید کنه که این دیوایسی که میخواد لاگین کنه متعلق به خودمه. من اجازه میدم و تو مرحله بعد این کدو وارد میکنه که این بستگی داره که وریفای 2 مرحله رو فعال کرده باشید یا نه، که اگه فعال نکرده باشید طبیعتا این مرحله برای شما نمیاد. بعد از اینکه تایید کردم این دیوایس منه و تایید 2 مرحله رو انجام دادم، به بخش قوانین اپل میرسیم که باهاشون موافقت میکنیم. یکم طول میکشه که ستاپ اولیه و سینک اطلاعات رو انجام بده. تو این مرحله ازتون میپرسه که شما میخواید اپ ها و دیتا های اپ ها سینک بشه، ترانسفر بشه و همچنین تنظیمات سیری، اسکرین تایم و غیره، یا به مرحله اینا رو انجام بدید. که من واسه اینکه آموزشمون کامل بشه کاستومایز میزنم. اینجا میتونیم انتخاب کنیم که آپدیت های بعدی آیپد، سیستم آیپد او اس واسمون اتوماتیک انجام بشه یا منوالی، که بعدا هم میتونید تو این تنظیمات اینو تغییر بدید. فعلا کانتینیو میزنیم. توی مرحله باید انتخاب کنی که لوکیشن سرویستون روشن باشه یا خاموش. یکم بخواید توضیحات بیشتر بدیم اینه که زمانی که شما یه دیوایس رو با اپل آیدیتون ست میکنید، اپل آیدی شما با اون دیوایس قفل میشه و اگه زمانی بخواید دیوایستون رو بفروشید یا به کسی دیگه بدید، حتما باید اونو آنپیر کنید و اپل آیدیتون از رو دیوایس بردارید. حالا این زمانی مفیده که یه سارق بخواد آیفون، آیپد یا مک شما رو بدزده و به کسی دیگه بفروشه. پس اکثرا این دیوایس هایی که میدزدن و به صورت اوراق استفاده میکنن. حالا تایم طلایی که سارق اونو میدزده و حالا میبره، اون تایمی که میخواد این کار رو انجام بده تایم طلایی هست که شما میتونید دیوایستون رو ترک کنید، رهگیری کنید و پیداش کنید. چون حتی در صورتی که دیوایستون خاموش باشه، حتی باتریش هم صفر باشه، یه مدتی طول میکشه که کاملا خاموش بشه و اون مدت میتونید از تنظیمات رهگیریش استفاده کنید، حتی اگه به اینترنت متصل نباشه. توی iOS های جدیدتر این امکان وجود داره که زمانی که دیوایستون به اینترنت متصل نیست، از بقیه دیوایس هایی که اطرافش هست، دیوایس های اپلی، به عنوان آنتن استفاده کنه و لوکیشن خودش رو به اون دیوایس ها به صورت بلوتوث بفرسته و اونا اونو رو اینترنت برای شما بفرستن. پس یه مکانیزم خیلی پیشرفته ای هست که میتونید زمانی که دیوایستون دزدیده میشه ازش استفاده کنید. حالا تو این تایم چند ساعت، چند روزی که گوشیتون قراره قبل اینکه اوراق بشه، میتونید برای رهگیری از این امکان استفاده کنید. پس حتما همیشه فایند مای آیفون و کلا تنظیمات فایند مای روشن باشه که بتونید از این امکانات استفاده کنید. لوکیشن سرویس رو میزنید. توی مرحله بعد تنظیمات اپل پی هست که توی ایران استفاده ای نداره، پس ما ستاپ لیتر رو میزنیم. تو این بخش تنظیمات سیریه که میتونید سیری رو فعال کنید و ازش استفاده کنید. خیلی ها میگن چون زبانشون خیلی خوب نیست یا سیری با فارسی تعامل نمیکنه و صحبت نمیکنه و فارسی رو نمیفهمه، پس ازش استفاده نمی کند. ولی خیلی دستورهای ساده مثل ست ریمایندر یا ساعت آلارم گوشیتون یا موقعی که دور از آیفون یا آیپدتون هستید و میخواید بزنید آهنگ بعدی، به راحتی میتونید با دستورهای ساده که میتونید یاد بگیرید ازش استفاده کنید و خب لذت زیادی داره. یا موقع رانندگی اگه بخواید به یکی زنگ بزنید و مثلا رو اسپیکر باشه، میتونید به راحتی دستورش رو بگید و از سیری استفاده کنید و خیلی لذت بخشه اگه چند تا دستور ساده رو یاد بگیرید. سعی میکنیم توی ویدیوی جدا استفاده راحت با دستورای راحت و واسه حتی کسایی که زبانشون خیلی قوی نیست و آشنا نیستن و
آموزش بدیم و بتونید از این امکان استفاده کنید. خب ما اینجا روشنش میذاریم و میریم مرحله بعد. اینجا ازتون میخواد اجازه بگیره که برای بهبود خدمات سیری و دیتکشن بتونه از صداتون استفاده کنه و شما میتونید اجازه بدید یا اجازه ندید که من معمولا خاموشش میکنم و نات نو میزنم. اینجا تنظیمات اسکرین تایم رو میتونید فعال کنید. اسکرین تایم میاد فعالیتی که توی اپ های مختلف توی اکوسیستم های اپل چه روی آیفون یا آیپد یا مک دارید و واسه شما ریکورد میکنه و شما میتونید بفهمید که مثلا توی اپ اینستاگرام چقدر زمان صرف کردید، یا اینو میتونید محدود کنید که مثلا بیشتر از 2 ساعت به شما آلارم بده و اون اپ رو برای شما ببنده. بیشتر واسه تنظیمات نظارت والدین خوبه، ولی اگه شما به اپی مثلا اینستاگرام یا توییتر اعتیاد دارید و فکر میکنید بیش از حد ازش استفاده میکنید و مثلا زمانی که ریلزهای اینستاگرام رو میبینید تایمی که ازش استفاده میکنید از دستتون در میره، میتونید این ستاپ رو انجام میدید، یا به صورت کلی میتونید این گزارش رو ببینید که در طول روز یا هفته چقدر از اپ های مختلف استفاده میکنید و کلا از دیوایستون استفاده میکنید. پس ترجیحاً میتونید روشنش بذارید، ولی اگه خاموشش کنید میتونید یکم عمر باتری بیشتر داشته باشید، چون به هر حال پروسسش باتری مصرف میکنه و اینکه کلا لود کمتری روی سیستمتون باشه. ولی خب اونقدر نیست که بخواید مثلا بگید اگه اینو خاموش کنم 5% باتری بیشتر گیرم میاد. معمولا من خودم روشن میذارم و اینو بین دیوایس های مختلف مثل آیپد، آیفون و مک سینک میکنم که بتونم همه جا ببینم از چقدر از کلیت این دیوایس ها استفاده کردم. خب پس روشن میذاریم و کانتینیو میزنیم. تو این مرحله اپل ازتون سوال میکنه که میتونه از نحوه استفاده کردن شما از دیوایستون گزارش هایی رو واسه خودش بفرسته و روند سرویس ها و دیوایس هاشو بهتر بکنه یا نه، که من معمولا دونت شیر میزنم. خب تو این مرحله میتونیم لایت مود یا دارک مود رو فعال کنیم یا میتونیم روی اتومات بزنیم. یه نکته که باید توجه داشته باشید، روی مانیتورهای جدیدتر مثل آیپدهای جدید یا آیفونهای جدید که اولد هستن، دارک مود طبیعتاً مصرف باتری کمتری داره و میتونید ازش استفاده کنید، یا میتونید روی اتو بذارید که شبا بره روی دارک مود و روزا بره روی لایت مود که کمتر چشمتون رو اذیت کنه شب و کار با دیوایس واسهتون راحت تر باشه. خب اینجا ستاپ آیپدمون تموم شده و ما میتونیم وارد محیط آیپدمون بشیم. برای بقیه مراحل و اینکه اول چه اپ‌هایی رو باید نصب کنید یا اپ‌هایی که لازم نصب داشته باشید یا چه تنظیماتی رو توی ستاپ اولیه باید تغییر بدید، من حتما یه آموزش جدا ضبط میکنم و حتما همراهمون باشید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. همچنین میتونید ما رو از صفحه اینستاگرام اپل فارسی، صفحه توییتر اپل فارسی و وبسایت applefarsi.com دنبال کنید. ممنون که دنبال کردید. سالم باشید.